چرا مطالعه کتاب رو دوست دارید؟ از بچگی این مطالعه برای من یک نوع عادت شده بود، اما پس از چند وقتی که به آگاهی کافی به عنوان یک نوجوان رسیدم، فهمیدم تنها راهی که برای پیشرفت جلوی پای ما گذاشته میشه توی کتاب ها نوشته شده. اگه برگردید عقب، بین مسیر آگاهی یا ندونستن کدوم رو انتخاب میکنید؟ چرا؟ مسیر آگاهی رو انتخاب میکنم، ولی سعی میکنم خیلی چیزا رو هم ندونم، چون آدمی که فهمیده تر باشه اذیت میشه و آرامش کمتری داره از نظر من. کتاب باز مافیا رو چرا دوست دارید؟ آیا تأثیری توی روند مطالعه شما داشته؟ البته تاثیر داشته. من خودم خیلی مطالعه میکردم، اما به دلیل مشغله زیاد و ورود به دوره جوانی و همه ما درگیرش هستیم، وقت برامون نمیمونه. کتاب باز مافیا یه مجموعه‌ایه که حداقل به اجبار از سر اشتیاق این که آره من این کتاب رو بخونم بیام حرفی برای زدن داشته باشم، باعث شده همون یک دونه کتاب هم خونده بشه، حتی میونه تمام درگیری ها. کتاب باز مافیا رو چرا دوست دارید؟ آیا تأثیری توی روند مطالعه شما داشته؟ با اینکه جلسه اول بود تو این دوره هم شرکت میکردم، ولی دوست داشتم. محیط صمیمی بود که به فهم بیشتر کمک میکرد و چه خوبه که این جلسه بیشتر برگزار بشه. کتاب، دوست، فیلم، یه دنیای جدید. موسیقی. آرامش. مرسی که وقتتون دادید. خواهش میکنم، باعث افتخار بوده.